پس از خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب، مسلمین با فرزند ارشد ایشان حسن ابن علی بیعت کردند. معاویه ابن ابی سفیان حاکم شامات هم خود را خلیفه بیرقیب مسلمین می‌دانست و به نزاع با حسن ابن علی دامن زد. عراق و شام در برابر هم سفارایی کردند. منطقه مدائن پایتخت پادشاهان ساسانی ایران در همسایگی کوفه مرکز حکومت مسلمین بود و جزو قلمرو دولت خلیفه به شمار می رفت. اغلب تجار و اشراف عرب
در شهرهای مدائن ساکن شده و جمعیت دوگانه‌ای را تشکیل داده بودند: عرب و عجم. مدائن سال 41 هجری قمری. ساقه گندمزارت به دخترکان دم بخت میماند ابو سلیم. ببین چه میلولند و میرقصند و دلبری میکنند. دستت درست. الحق که با این دسترنج طلا رو حقیر کرده ای. آب حلال، زمین حلال، دانه حلال، ارباب سخی، رعیت راضی، خداوند قاضی. بایدم طلا درو کنیم مختار. پس زودتر دست به کار شو که آفت امرواس و ملخهای شامیش در راهند. حیف است این دردانه ها لقمه شیاطین شوند. بسم الله. دروگر و خوشه چین منتظرند. نوبر زراعت را خودت بردار. الهی به امید تو. خدایا به شکرانه نعمتت و به حرمت دانه‌ای که پاکیزی، مشتی برای پرنده، مشتی برای چرنده، مشتی برای خزنده، مشتی برای خوشین و رونده، به نیت اقبال و طبع بلند، زهر جان حسود و بخیل و نصبانین و دغل، به کوری چشم شور تا نفقه سود، به چشم داشت زراعتی بی خار و خش، به وعده نانی پاک و بی غلغش، به حق نان و نمک، به حق خمس و زکاتی که حق و ناس است، جهت اطعام مستحق و مستمند، بیفزا به برکت این خوشه های زن. آمین یا رب العالمین. که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. نکنید وحش می شود. به پا ابو اسحاق، دنبالیده زیانکار است. عرصه را تنگ ببیند زراعت را کن فیکون می کند. ابو سلیم از این سوهای کنید تا از گندمزار بیرون شود.
بپا ابو حساب سجان هست و بدقیس بپا ناکارت نکنه شیر یورش میبری؟ گندم دانه سلامی رو مانی؟ چقدر من پیرمرد را دق داده؟ چه برمی کرده حلال خورده. باید بند دم کرده را اصلا جدا کنیم. زربی، این گراز با 2 تیر شکار شده. 2 تیر هم برای این لاشه به بو آمده کم است مختار. باید با 100 تیر سوراخش میکردی. اما من 1 زوبین بیشتر نینداختم. پس آن یکی تیر غیب بوده. درود بر پهلوانی که شمشیرش را با بیل عوض کرده. پهله نمیخوایی مرد دهقان؟ چرا؟ به کلاغ‌ها نگاه کن. این مزرعه مترسک ندارد. حاضرم موز خوبی دهم تا مترسک شوی و کلاغ‌ها را بتارانی. کسی که زره و خود و شمشیرش را به بیل و داس و کلنگ فروخته باشد حتما سخاوت پهلوانی را هم به سخاوت دهقانی معامله کرده. مرد جنگ را با مترسک یکی کردن بی‌انصافی است مختار. خوش آمدی مرد جنگ و جهاد. خوش باشی مرد باغراق. در میدان شکار مختار فقط 1 رقیب دارد به نام کیان. خسته نباشی ایرانی با وفا. مانده نباشی عرب با صفا. بدانی چقدر دلتنگت بودم. سر و جان ارزانی دلتنگ یار. یا که عیش زراعت امسالم را 100 چندان کردی. حرام است بنده خدا، حرام است مسلمان. چرا حرام است؟ به همان دلیل که گوشت سگ حرام است. به جای لاشه این گراز لاشه سگ بود، باز هم هوس می‌کردید پیله‌اش را کوفت کنی؟ گوشت سگ کجا، گراز کجا؟ این حیوان جز گندم دانه طلا نخورده. عین گوسفند پرواری است. پوست و گوشتش پر از خاصیت است. بالمثل چه خاصیتی؟ پوست داغش پای کرخ را در دم خوب می‌کند. گوشتش هم برای سفتی کمر خوب است. تو واقعا مسلمان شده ای یا هنوز بر دین مجوسی؟ چرا جر و بحث میکنی زربی؟ این قباد دیوانه هم کرده ابو اسحاق. کارت به شکم خورده، هوس کباب گراز کرده. هرچه آیه و حدیث و دلیل برایش میخوانم حریفش نمیشوم. به به، چشممان به جمال پهلوان کیان روشن. خوش آمدی دلاور. ناخوش نباشی زربی، خدا قوت. عمرت زیاد. کیان جان، تو به این هم نژادمان حالی کن. گوشت گراز حرام است یا حلال؟ قباد، گوشت گراز مضاف بر خواص عیبی هم دارد که وقتی خوردی پشیمان میشوی. چه عیبی پهلوان؟ کرم به روده هایت میاندازد، خارش روده بیچاره‌ات میکند، به ململ میافتی. واقعا؟ میتوانی امتحان کنی؟ نه پهلوان، مول درد شرماوری است. میدهیم سگ‌ها بخورن. خدا انباتت را بیامرزد. به لغلقه زبان افتادن بس که با او جدل کردن. گوشت گراز میخوردند، برکت از این زراعت میپرید. زربی، تمامی بیاور در خور دلاور سردار سپاه پسر علی. السائل سیدی. بسم الله. کبک بریان. نمیخوایی بپرسی از کدام جهنم میآیم؟ نپرسیده میدانم.
از میدان جنگی که برندهش معاویه ابن ابو سفیان است، بازندهش حسن ابن علی. همین؟ نه همین. من با تو عقد اخوت بستم کیان. از کوفه به مدائن آمدم تا به تو نزدیکتر باشم. به خدا قسم یک تار موی گندیده‌ات را با کرور شیوخ خورخوری مذهب و دمدمی مزاج کوفی عوض نمی‌کنم. روزی که رزم جامه پوشیدی و عزم جنگ کردی پشتم لرزید. وداع آن روزت بوی مرگ میداد کیان. در غیابت روزی 1000 بار دیدار دوباره‌ات را آرزو کردم. خدا را شکر که زنده ای. دل چاک و خونین برادرت را نمیبینی؟ نمیپرسی در رکاب پسر پیامبر چه ها دیده ای؟ تو رفتی و دیدی، من نرفته دیدم کیان. ندیده ای مختار. به خدا قسم غربت و تنهایی پسر پیامبر را ندیدی وقتی که کوفیان به طمع غنیمت به خیمه‌اش ریختن و سجاده از زیر پایش بیرون کشیدن. من غربت و تنهایی پدرش علی را دیدم وقتی کوفیان با شمشیرهای آخته به خیمه‌اش ریختن و قصد جانش را کردند. تو به قدر من عراق عرب را نمیشناسی کیان. معاویه و همراهاش بر اشتر جهل کوفیان سوارند. آنها بازی را در صفین بردند. عراق روزی فتح شد که قرآن‌های مکر همراهاش بر نیزه رفتند. خنجر یکی از خوارج دیشب در سابات مدائن پای پسر پیامبر را شکافت. مختار، خنجر ضارب زهراگین بوده باشد جان امام در خطر است. یا صاحب صبر، به این برکت قسم میدانستم عاقبت این لشکرکشی رسوایی پیش از پیش کوفیان است. امام را به کوفه بردید یا هنوز در سابات است؟ به توصیه خودشان قرار شد به کوشک سفید مدائن برود. فرمودن مرا به سعید ابن مسعود ثقفی برسانی که تکیهگاه امنی است و به ما خیانت نمی کند. باید از صاحب منصبان عرب باشید. آدم مدائن معرکه غلط نکنم عراقی ها شکست تا عراق فتح نکند خواه خوراک ندارد. عراق را شاید، مدائن را باید به خواب ببیند. اهامره نمردن. خلیفه است. خلیفه حسن ابن علی ظاهراً دیشب در سابات زخمی شده. عرب ها خلیفه کشی را بدل به رزم کردند. بهانه خوبی است برای عرب کشی. نوه سید المرسلین را دریابید، مدائن را بر دشمنان علی بشورانید. فریاد یا محمدا، 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 فریاد. اهامره قصدشان بلواست. دقت کنید، خریت عجمان رنگرز مدائن را ویران می‌کند. يا محمد
یا محمد یا محمد. چه خبره؟ خلیفه است، زخم برداشته. پس خوارج به قولشان عمل کردند. معاویه شکار شد، مانده امرواست. کجای کاری تو؟ معاویه در بهشت سبز دمشق خدایی میکنه. این که میبینی زخم برداشته حسن ابن علی است. شنیدم معاویه برای سر پسر علی 1000 دینار شامی و یکی از دخترانش را وعده داده. جان من؟ جان تو؟ چه گرانسر از پسر علی. چرا خلیفه را به کوفه نبردند؟ چه عرض کنم؟ یحتمل مدائن امتر از کوفه است. هرچه نباشد عجمان مدائن بلندتر از کوفیان 1000 قبیله اند. عرض نکردم با این اوضاع نیازی نیست شامیان به مدائن حمله کنند. از فردا عرب و عجم در مدائن دشمن خونی همند. حیف شد، تازه داشت بازار کسب و کارمان داغ میشد. یا سید شباب اهل الجنه، جانم به فدای خاک پایتان. شنیدم بیدادی را که بر شما رفته. شنیدم که سرداران دور و نزدیکتان اسیر طلحه‌های معاویه شدند و خیانت کردند. رویشان سیاه. سید ابن مسعود ثقفی هم سرورم، فرماندار مدائن. ممنونم که حقیر را لایق میزبانی دیدید. قدم بر دیدم نهید و کوشک سفید مدائن را به برکت وجود اقدستان منور کنید. خون زیادی از امام رفته امیر. بیمان داریم خنجر ضارب لعین آغشته به زهر بوده باشد. محتاج طبیبی هستیم حاذق. تا فرصت فوت نشده چاره ای کنید. طبیب و بستر هر دو فراهم از سردار. بیایید. آرامتر. چه میکنی نامسلمان؟ مراقب باش سردار، کاری نداشت از مهابت نعرت دستم بلغزد. عذر تقصیر دارم حکیم. دست خودم نبود. لحظه ای شما را جای آن ضارب ملعون دیدم. شما خسته و خیالاتی شده اید سردار. البته حق دارید. توصیه میکنم کمی استراحت کنید و کمی هم توکل. هرچه مشیت الهی باشد همان میشود. بله بله بله. بله البته. تو برای چه اینجایی که آمده ای تا وفایت را به رقم کشی یا آمده ای تأخیرم کنی؟ آمدم که شیر خفته عرب را بیدار کنم. تو آبروی غیرت عربی مختار. آمدم دریای غیرتت را طوفانی کنم. که چه بکنم؟ که امامت را دریابی.
روا نیست که امام تو تنها باشد و تو در فکر شریط کاه و جوال گندمت باشی. شماها که آنجا بودید چه غلطی کردید؟ تو خودت را با امثال من میسنجی ابو اسحاق؟ تو مختاری، پسر ابو عبید ثقفی، پسر سردار فاتح ایران. کدام عربی است که نام ابو عبید ثقفی را بشنود و سرخم نکند؟ تو کجا و من کجا؟ از یک ایرانی که عرب نژادش را حقیر می‌داند توقع چه معجزه‌ای داشتی مختار؟ معجزه خندق سلمان فارسی را. تو میتوانستی سلمانی باشی در کنار پسر پیامبرت. عرب امروز با عرب زمان پیامبر فرق می‌کند مختار. ها، پس بیهوده میخ بر سنگ مکوب. برای عرب امروز نام و آوازه ابو عبید ثقفی یعنی کشک. آواز از این بلندتر که صاحب ذوالفقار باشی و شکننده در خیبر. این جماعت به پسر اما داماد پیامبرشان رحم نکردند. طلا و ریای شامی عقل و دین عراقی ها را زایل کرده. کوفی امروز خرید لنگ و از نفس افتاده است که با هیهی امثال من جم نمیخورد. برو کیان، برو. من زارعی پربار باشم به که جنگجویی بیباره بر. مختار کیان، ما پیشتر در این باب سخن کردیم و ترفی نبستیم. رفاقتمان به جای خود، راهمان به جای خود. مختار، دشمن جفاکار به از دوست بی وفاست. تیر دشمن بر جسم می نشیند و از دوست بر جان. تنهایی پسر علی کشنده تر از زخم خنجر جراح ابن سنان است. آمده بودم تا به حرمت رفاقت و عقد اخوت اجابتم کنی تا مرهمی شویم بر قربت اماممان. افسوس، افسوس. کجاست دردندان شکسته مصطفی؟ کجاست فرق بشکافته مرتضی؟ کجاست پهلوی شکسته خیرالنسا؟ پشایان ببرید، گریبان چاک دهید، خون ببارید، خاک بر سر کنید از این همه داغی که بر دل سید اولاد آدم. فریاد یا محمد، 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 فریاد یا محمد. گوش کنید برادران، گوش کنید. جراحت و تنهایی امام را هیچ مویه و نوحه‌ای درمان نمی کند. آنها که پیش قراول سپاه امام بودند و نوبت به نوبت رفتند و به اسارت طلاهای معاویه در آمدند خود را شیعه علی می خواندند. آنها که دست بیعت به پسر پیامبر دادند و او را تشویق به جنگ کردند، وقتی جرینگ جرینگ درهم و دینارهای شامی را شنیدند شمشیر کشان به خیمه‌اش تاختند و غارتش کردند. نامسلمان ها حتی به گلیم زیر پا و دستار و سجاده‌اش رحم نکردند. حکایت این جماعت طماع طلاپرست حکایت قوم بنی اسرائیل است و گوساله سامری.
اینان مصداق حدیث نبوی اند که فرمود هر امتی را فتنه است و فتنه امت من مال است. جفایی که بر امام مجتبی رفت تا یوم الحشر مایه طعن و لعن و دق خواهد شد. این بدنامی و بیوفایی همه مصیبت نیست. دیشب در سابات مدائن خنجر یک خارجی نابکار پای پسر پیامبر را درید. مدائن امروز میزبان سرو زخم خورده بوستان مصطفی است. مبادا کاری کنید که مثل کوفیان داغ بدنامی و ننگ بر جبین مدائنی حک شد. بر اشتر جهل و اسب خشمتان لگام بزنید تا بتوانیم با خرد و غیرت حیلت خصم را در هم شکنیم. حقه‌بازان شامی، سربازان نامرئی معاویه و عمرو با لباس مبدل در میان شما رخنه کردند تا با دعواهای عرب و عجم، اموی و علوی مدائن را برای پسر پیامبر ناامن کنند. مبادا فریبشان را بخورید. برادران، این مرد فرماندار منصوب ابو تراب است که امام مجتبی هم او را در مقام خود نشاند. او برای اهالی مدائن بوی حاکم پشمین پوش زنبیل بافشان سلمان فارسی را میدهد. پس توصیه‌اش را به جان و دل بشنوید. جناب فرماندار، ما برای سربازی و جانبازی آمده ایم. بفرمایید چه کنیم؟ از اجتماع کردن علل خصوص در جلو کوشک حکومتی اجتناب کنید که باعث قصور مأمورین در حفظ امنیت خواهد شد. به جای مویه و نوحه دعا کنید و به جای قیل و قال صبوری که خداوند با صابران است. برادران، دعا امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. حنانه، چقدر زمین جزمی کنی؟ راه قرض داری؟ دلاشوبم سلیمه، دلم مثل سیر و سرکه هایت می جوشد. وقتی دلاشوبی و ناخنک به ترشی میزنی حتما حامله. سیقه عمر شدی. پیر و زمینگیر شدی حیا نمی کنی. عمر شیر مرا خورده، به من حرامه. حرام؟ برو جلم، تو را چه به حلال و حرام. خاله حنانه آمدی جان دل. حنانه پیش مرگت دیر کردی. به دانش شهر آشوبیست، انگار زلزله آمده. خب زلزله آمده عمرم، زلزله آمده گلم. خلیفه عرب زخمی در شهر عجمان یعنی زلزله. ترس داشتم اسیر غارتیان شوی. شدم. عجمی قصد علنگوهایم را داشت.
کاسه سرش را ترکاندم. نه جان حنانه؟ جان حنانه. حق و دل شیر داری دختر. من دختر سردار عجمکشم، دختر سردار فیلافگن، دختر ابو عبید ثقفی، خواهر مختار. قرار بود دل مرغ داشته باشم تا به حال 10 جوجه دور برم جیک جیک میکردن. پس چی؟ بی خود نیست عمر سعد به طلبت بال بال میزند. حق دارد بینوا. شکار ماده شیر جوانی مثل تو هنر میخواهد. یادت باشد ماده شیر جوان صیادش را خود انتخاب میکند. تسلیم خاله جان تسلیم. من به میدان رجزخانی نیامدم. من قاصد عمرم. میشنوم خاله فتنه. بیا. سر حسن ابن علی میتواند تو و عمر را به مراد دلتان برساند. عمر شاه عراق میشود و تو شاه بانوی عراق. عجب پدر سوخته ایست عمر. حتما توقع دارد من سر حسن را ببرم. ناامیدم نکن جاریه. معاویه وعده ای کرده است که خیلی ها به سر حسن طمع کردند. نه تو سر حسن را میبری نه عمر. ستا ابن ملجم به صف ایستادند. من باید چه کنم؟ کاری کن که مختار وارد میدان نشود. همین. مختار وارد میدان نمی شود. عمو جانت اصرار کند چی؟ پیشتر عمویم اصرار کرده و مختار زیر بار نرفته. این بار قصه فرق می کند جاریه جان. ممکن است تنهایی و مظلومیت حسن دلش رو بسوزاند به میدان بیاید. گیرم مختار به میدان بیاید. من چطور میتوانم مانع شوم؟ به کمک ناریه زن برادر عزیزت. عشق آتشین مختار به ناریه هنوزم شنیدنی است. تو زیر پای ناریه می نشینی. ناریه در گوش مختار نغمه عاشقانه می خواند. مختار پایش رو می شود. ناریه با من یک دل است. پس کار تمام است شاه بانوی عرب. چه عروسی بشود. حنانه بریدی و دوختی و عروسی هم گرفتی؟ مبارکا باشد. پس شیرینی ما چه می شود؟ گوشهای وامانده‌ات تیزتر است از زبان گزنده‌ات. جز عروسی چی شنیدی؟ توبه. گوشهایم کرم بگذارد اگر چیزی جز عروسی شنیده باشم. شیرینی. بیا سلیمه. من یقین دارم تو جز عروسی چیزی نشنیدی. بخواهی خیال بافی کنی و یک کلاق و چلکلا، عمر گوش و زبان تند و تیزت را لقمه سگ می کند. چشم و دل محبان اهل بیت پیامبر بعد از خداوند قادر متعال به شما دوخته شده طبیب. هر کاری میتوانید بکنید. خدایا ما را شرمسار پیامبرت نکن. الهی آمین. ایشان یکی از اتباع بنام و زبردست این دیارند سردار. معجزه‌گری هستند
متواضع، سبک دست و خوشنفس. جسارت هست امیر. گرگ های شام تمثیلی دارند که خداوند را لشکریانی است از عسل. زهری دارند به غایت کشنده، همون زهری که قطره ای از آن مالک اشتر را به خاک افکند. شخص شما مورد وثوق امام هستید. از لفظ مبارکشان شنیدم که شما را صدی سدید خواندند در برابر وسوسه های سبز نشینان دمشق. دلشوره من از جانب اطرافیان است. معاویه برای سر امام 1000 دینار شامی به یکی از دخترانش را وعده کرد. میترسم امیر خدایی نکرده نااهلی به طمع وعده معاویه به این کوشک رخنه کرده باشد. به زبانم لال قطره از آن سم مهلک را در طعام و یا مرهم زخم امام بریزد. حق داری تبیان. امام در این 1-2 ماهه از طرف نزدیکان و یاران طماع ضربت بسیار خورده. او طبیب قابل اعتمادی است سردار، نگران نباش. طعام امام را اول به طباخ میچشانیم که فکر خیانت به سرش نزند. مراقبت از کوش را هم به برادرزادم مختار میسپارم که از هر حیث لایق است و مطمئن. خداوند قریب و خارتان نکند امیر. من میروم به امور همراهان امام برسم. تو هم از داخل این اتاق جم نخور، به شرطی که مخل در کار من نشود. طوری شده؟ باری توهم به سراغم آمد. خیال کردم طبیب ضارب است. پس با این حال روز باید یکی را به مراقبت از تو بگمارم سردار. خیالتان راحت باشد امیر. مشق میکنم بر خود مسلط شوم و اوهام را از خود برانم. اوه عجب تبی داری. تو که همه وجودت در آتش میسوزد سردار. داغ دارم امیر از این همه نامردی و نامردمی. دشتی آب سرد بیاورید. بیا چکمه از پای سردار بردار. رزم جامه از تنش جدا کرده، پاشویش کنید. میدانستم که میایی. آمدم، اما بدون شمشیر. کی با شمشیر داشتی میکنی مختار؟ تا وقتی چون تویی به جای عقل از دلش فرمان ببرد، شمشیر مثل من در غلاف باقی میماند. خیلی عوض شده ای ابو اسحاق. عاقل‌تر شدم کیان. من بعد میخواهم به جای دلم مخم را به کار بیندازم. آداب قدرت با آداب طهارت فرق میکند سردار. فرماندهی که بی تدبیر داخل در جنگ شود، خون خود و لشکریانش را به هدر میدهد. غلط نکنم اسیر بد مخمسه‌ای شده ای ابو اسحاق. اینکه سرداری شمشیرش را غلاف کند و به جنگ از پیش باخته ای نرود، اسارت در کمند شیطان نیست. اجتناب از خودکشی است که عین سخن وحی است. به دست خود را هلاک نکنید. وقتی زین و یراق می‌کردید تا به جنگ بروید، خطر را به شماها گوشزد کردم، اما نه تو شنیدی و نه امامت. دل خوش کرده بودید به قیل و قال یک مشت زبانباز بیعت شکن کوفی. درست مثل آن بدبخت بینوا که در سیلاب به جای خیک خرسی را بغل زده بود. من زین پس شمشیرم را جایی از نیام میکشم که خودم فریاد کنم حمله.
مختار، معلوم هست تو کجایی؟ فصل درست عمو جان، گندم درو میکردیم. شکر خدا امسال زراعت بیافتی داریم. این هم برای من معمایی شده. در این آشفت بازار دین فروشی که پای حیات و ممات علویان در میان است، تو سر در لاک خود کرده ای و به کشت و زر مشغولی. ای ای ای. کیان، برایش تعریف کردی ماوقع زخم‌هایی را که امام برداشته؟ بله امیر. امیدوارم کیف گندم درو مانع نشده باشد درست بشنود. حال امام چطور است امیر؟ زخم عمیق است کیان. ضربت تا مغز را نفوذ کرده و به استخوان رسیده. اما شکر خدا خنجر سمی نبوده. بیادبی نباشد عمو جان. طوری با من حرف میزنید که انگار خدای ناکرده مرتکب گناه کبیره شدم. تلاش برای معاش از راه حلال کم از مجاهدت در راه خدا نیست و من خدا را شکر که در نبرد با زمین همچون مجاهدین راه خدا بی ثمر نبودم. تلاش برای معاش نوعی مجاهدت هست، اما نه در زمانی که عده‌ای تیشه برداشته و میخواهند ریشه دینت را قطع کنند. میدانی چرا امام به کوشک سفید آمده مختار؟ بله میدانم. چرا آمده؟ به دلیل اعتمادی که به شما داشته. مرحبا. این برای ما کم آبرویی است. با وجود زخم‌های بیشماری که امام روحن و جسمن برداشتند، ما را جز مقربین خاصه خود پنداشتند و به ما تکیه کردند. در حال حاضر ما هم ردیف با اهل بیت پیامبریم. حیف نیست این قوم و خویشی را به بهانه زمین و زراعت ضایع کنیم. از من چه کمکی برمی آید؟ پشت به دشمن نکن، به میدان بیا، رزم جامه بپوش، چنگ بر قبضه شمشیرت بزن، پشت به پشت عمو بده تا به فضل خدا کید شیاطین را در هم شکنی. در حال حاضر برای در هم کوفتن دشمن شمشیری باید که بتواند جهالت را گردن بزند. من چون این شمشیری ندارم. یعنی باز هم میخواهی در امر جهاد قصور کنی؟ آن هم جایی که امامت آشکارا دست یاری به سویت دراز کرده. عمو جان، من نوجوانی 13 ساله بودم که پدرم کشته شد و شما کفالت مرا قبول کردید. پس حق پدری برگردنم دارید. رسم ادب و تکلیف شهر حکم می‌کند مطیع اوامرتان باشم، سمعا و طاعتا. اما توقع دارم در حد فهم و شعورم با من صحبت کنید. من مردی 40 ساله‌ام. کسی که از ایام نوجوانی با شمشیرش بیعت کرده باشد ترک میدان جنگ را ننگ می‌داند. اما جنگیدن هم قاعده و قانون دارد. زر در ترازو یعنی زور در بازو. حضرت شیطان امروز طلا دارد عمو جان، طلا. دخول در چنین جنگی غلط بوده، ادامهش غلط اندر غلط. پناه بر خدا از شر وسوسه خناس. زبان شیطان در کامت میچرخد مختار. طوری حرف میزنی که انگار امام عالم به قاعده و قانون جنگ نبوده و دشمن را به قدر تو نمیشناخته. او از سر جبر تن به جنگ داد جان من، همانطور که علی در صفین جبران جنگ برده را وانهاد. امام شکست و غربت و تنهایی را به جان خرید تا این جماعت را به جهلشان عالم کند. به خدا قسم برای انزوایت معیشت دنیا را بهانه می کردی گواراترم بود تا به علم و درایت امامت شک کنی. خدایا، این شک نشان هدایت است یا نشان زلالت؟ من که به او لقمه ناپاک نخوراندم، پس چرا درخت عمرم میوه تلخ داده؟
میوه تلخ به از میوه مضمون. من عقیده‌ام را صادقانه ابراز کردم. اشکال از شماست. به من تزویر نیاموخته اید. چه باید بکنم؟ حاضری با جان و دل به من کمک کنی؟ آیا چون این نبود که به کوشک نمی آمدم؟ بفرمایید چه خوابی برایم دیده اید؟ معاویه برای سر امام 1000 دینار شامی و یکی از دخترانش را وعده کرده. میدانی یعنی چه؟ بله، یعنی با این وعده دیو طمع را به جان خیلی ها انداخته. یعنی عالم ارز برای امام ناامن شد. از امروز مراقبین و محافظین خدام کوشک هر کدام می توانند سرباز خفیه معاویه باشند. چگونه می خواهید در میان این همه دشمن ناپیدا جان امام را حفظ کنید؟ بار گرانی است بر دوش ما. همتی کن که زیر این بار کمر نشکنیم. منم این تر از تو کسی رو نمیشناسم. کاری کن که در یوم الحساب نزد پیامبرمان خجل نشوی. به چه میاندیشی گلم؟ یعنی میشود حنانه مختار بخواهد کاری کند فیل هم جلودارش نمیشود. پس از معجزه عشق غافلی. عشق تنها بندی است که میتواند شیری مثل مختار را زمین گیر کند. تیزی جادوی چشم ناری کند شده باشد چه؟ ناری زن بی هنری نیست خاله. او رقیب کم نداشته. یکیش خود من. هنوز که هنوز است در آتش حسادت به او میسوزم. واقعا؟ تو هم عاشق مختار بودی خاله؟ دلاوری مثل مختار رؤیای لشکری از دخترکان سیاه چشم عرب بوده و هست. برو خاله، وقت تنگ است. به ناریه بگو بند از دست و پای شیرمردت برداری دیگر صاحبش نیستی.